به خاطر مادرم میترسم بیادر. میترسم قلبش استاد نشه. گپ نمیزنه، چیزی نمیخوره، نمینوشه، فقط طرفم سیل میکنه. مرا بایی بیشرف و تنها موندی. خیر باشه بیادر جان، خیر باشه. کلگ اینجا هستن. توران صاحب کان، لالا جیم، قمنان صاحب مراد، کلشان از انقره اینجا آمدن زنده باشن. من خود گفتمشان که انتقام نمیخوایم. خیلی چی میگفتم بیادر جان؟ ما خود تباه شدیم، گفتم اونا تباه نشن. من خواهی گپا گفتم اما اونا صبر نمی کنن. اونا هیچ وقت صبر نمی کنن. پیشروی می کنن تا زمانی که آخرین قطره خونشان در رگایشان جریان داشته باشه. پیشروی می کنن تا که بوتاشان پر از خون شوه، تا که ناخونهایشان از جاش جدا نشده. پیشروی میکنن فقط به اندازه که به خطاب بگیرن، فقط به اندازه که ترمزشان آب پر شود. و به خاطر سیر ساختن شکم خود فقط با یک توتنان خشک و تن ماهی فقط 5 دقیقه وقفه میگیرن. او هم ایستاده. باز وقت تمام تیارا، هلیکوپترها، تانگا شروع به فعالیت میکنن بیادر جان. جتا هم شروع به فعالیت میکنن. از اونا هیچ چیز پنهان شده نمیتونه بیادر جان. فرار نمیتونن، پشتشان ایلا نمیکنن. همراه برف، همراه درخت، همراه زغال، همراه خاک میشن و بالاخره دشمن پیدا میکنن. میفهمی که اونا تأمین کننده عدالت الهی هستن بیادر جان. هیچ وقت فراموش نکنی. دشمنای ما را پیدا میکنن، اونا را دستگیر میکنن بیادر جان. ما خود گفتیم که انتقام نمیخوایم، اما اونا شمشیر خدا خواد کشیدن. دلت که اونا را طوفان میگی، دلت که اونا را گرداب میگی، دلت که سایقه میگی. اونا مردای میدان آخرت هستن. تو اونا را در اونجا خود دیدی بیادر جان. و او روز گرفتن حق توس و دادن جزای و بیشرفا. تو راحت بخواب بیادر جان، تو راحت باش یعقوب جمیل افشار. با آنکه خداوند حقت از اونا بپرسه. ما مثل همیشه پیروزی جنگ خود بودیم. با نظرتون یکی از اینا سرگروهشان است قماندان صاحب؟ باش ببینم باز میفهمم. از مرز تیر شدیم. گفتم چی کردین؟ جواب بتین. از مرز تیر شدین؟ فعلا خودت در مرز جهنم هستی. از اون مرز تیرت میکنم، بسیار تیز از مرز تیرت میکنم. بیخی گوشت هستم. جهنم روانت میکنم، تو را جهنم روان میکنم بیشرف.
خانم نرس شما خوب هستین آقای محترم؟ چی شدیتان؟ دلبد شدین؟ کدام درد دارین؟ چی شده؟ خوب هستم، من خوب هستم، تشویش نکنید. ببینین دیشب اون چیز نخوردین، باید صبحانه بخورین، از امو خاطر دلبد شدین آقای محترم. خانم محترم من خوب هستم لطفا. به خاطر دلبدی برتون دوا میتم. خواهر جان من خوب هستم، چرا نمیفهمی؟ من خوب هستم، غذا نمیخوایم، صبحانه نمیخوایم، هیچی نمیخوایم. لعنت به شما، دقیقه چی هستین؟ قماندان صاحب، جگراندوغان هستم. اگه وقت داشته باشین قماندان ما منتظر شماست. فورا میم جگران صاحب. یک بار از یه خلاص شوم، باز هر جایی که خواسته باشین میریم. بریتمن صاحب خوش آمدین. زنده باشین. من به قماندان صاحب خبر میتم، شما تو وقت میتونین استراحت کنین. درست است، زنده باشی. قماندان صاحب، اگر اجازه تان باشه میخوایم به شما یک موضوع را عرض کنم. با کسی که در دستش اسلحه هست تو خپ و چوب نزدیک نشو الیاس. بود منفی رتبه گرفتن همیست. جای فیر کردن در اینجاست، جای تحقیقات سر میز است و جای عملیات هم در مرکز سوق اداره. تهیه اینان شوام غم ضابطایی مثل تو است که نو امتحان دادن و کورس ختم کردن. چرا من از تو نجات پیدا نمی کنم؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. بگو. قماندان صاحب، وقت کورس ختم کردم و شما او وقت مناسب دیدین، ما وقتی که کورست ختم شد؟ بله. تفنگچه تا بکش ببینم. نفهمیدم قماندان صاحب. حالا تفنگچه تا بکش ببینم در این مدت به کورس نیروی ویژه رفتی یا به کدام کورس خیاطی. حالا اطاعت میشه قماندان صاحب.
8 دانه فایر میکنی. باید 4 دانش به قلبش بخوره و 4 دانه به سرش. شروع کن. مردوار فایر کو سرباز. یکی از ما چی سوال پرسان میکنی میفهمم، یکی از ما چی میخوایی رم میفهمم. میخوایی عضو تیم شمشیر شوی. روی تا دور نته. برات زیاد با کشفش معلوم میشنه، برای تالی معلوم میشنه. ما قماندان دور صاحب نته. ما آدم هوایی نمیخوایم، ما یک آدم هوشیار و دلیر میخوایم. فایر کو. ما ده اینجا 24 تیم رهبری میکنم ضابط. به نظرت ما به خاطر روز گم کردن اینجا هستم ها؟ اما تو راست؟ نه خیر قماندان صاحب. دارتا بسته کو. فایر کو. از کسایی که پیش از پختنش سر دسترخوان میشینن خوشم نمیایه. شنیدی یا نه؟ شنیدم قماندان فایر صاحب. کو. فایر کو. بیارش. مرمیایت به تو گوش نمیتن خورد ضابط. ما چرا گوش بتم ها؟ تو نمیتونی تیم تا انتخاب کنی جوان. تیم تو را انتخاب میکنه. بریدمن آیهان دیمرجی هستم. امر کنین قماندان صاحب. راحت باش بریدمن. چطور هستی؟ خوب هستم قماندان صاحب. ایهان، اما تو پرسان نکدم. واقعا میخوایم بفهمم چطور هستی؟ قماندان صاحب هیچ خوب نیستم. در ارتباط به اتفاقاتی که تیر کردی تمام جزئیاتش میفهمم. از بین اتفاقاتی که ممکن است برای یک سرباز بفته. اما ای بدترینش بود. بدترینش. قماندان صاحب با اجازهتون رفته میتونم؟ به شما فایده رساندن میتونم. فکرم کاملا خراب است. به اعصابم مسلط نیستم. هیچ چیز کامل درک کردن نمیتونم. ما به حافظه و تمرکز تو ضرورت داریم بریدمن. چیزایی است که باید برای ما توضیح بدی. شما تمرکز گفتین. تمرکز. اگه ما تمرکز می داشتم ما اگه استعداد نظامی می داشتم بازی اتفاق برای من نمیفتاد. کل سربازایم پیش چشمایم شهید شدن قماندان صاحب. کلشان شهید کردن. جنگجوهای مرا از بین بردن. در پیش چشمایم امرای مرمی در سر اوکان زدن قماندان صاحب. او به غیرت و از قصد مرا زنده ماندن قماندان صاحب. قماندان صاحب نظامی که شما فکر میکنین کسی دیگه است. از ما دیگه چیز جور نمیشه. در عملیاتی که در منطقه تو انجام شد، وقتی من دستور گرفتاری توران بزرگ ور تو دادم، کسی که اونجا بود تو بودی. همین قسم نیست؟ در عملیات گرفتاری توران کان بزرگ حتی من شاید دو دلم می شدم، شاید حتی متردد می شدم، ولی تو بریدمن ایهان او را گرفتی، در هلیکوپتر سوارش کردی و اینجا آوردیش. همین قسم نیست؟ قماندان صاحب حسن نیتتان را درک میکنم. میخواین برای من انگیزه بتنی را میفهمم.
اما قماندان صاحب، من از عهده کارهایی که یک نظامی واقعی باید انجام بده نبر آمدم. نمیتونم خدا فریب بدم. تا جایی که من میفهمم یک تروریست به سرباز تو یک اسلحه داده و برش گفته که تو را از بین ببره. راست است؟ راست است قماندان. ولی او سرباز گپش گوش نکرده. با وجودی که برش گفتن اگه تو را از بین ببره آزادش میکنن، اما او اسلحه را به طرف تروریست دور داده و فیر کرده. بله قماندان صاحب. یعنی او سرباز تنها مرمی را که میتونسته او را آزاد بسازه به خاطر نجات تو استفاده کرد. همه قسم نیست؟ بله قماندان صاحب، اما ما او را سربازی که به قیمت جانش تو یک انسانیت و جوان مردی را نشان بده و حتی از جان خودش هم تیر شوه سرباز خوبی از کنه. کسی که موفق به این کار شوه یک افسر واقعی است. نقطه. من این را به خاطر امید دادن به تو میگم؟ نه خیر، از خاطر که واقعیت است برات میگم. ببین در زندگی ما برای عناوین خیالی به جایگاه ها و رتبه های ناق و اموت و تشویق های بی‌مورد هیچ جای نیست. اما چیزی را که میفهمم میگم. آله پس برو ایهان به ما کمک کن تا این موضوع را حل کنیم، به خاطر که انتقام یک سربازه فقط وقت میتونیم بگیریم که کار خدا به درستی انجام بده. فکرت جمع کن و هر کاری از دستت میایه انجام بده، چون تا پیدا کردن قاتل اون سربازا ما همراه زمان معامله میکنیم. میفهمی امیال دوستای ما در او عملیات خطرناک عرق ریخته میرن. ما سرباز هستیم ایهان، ما چاره دیگه ای نداریم. اطاعت میشه قماندان صاحب. مراد. بله قماندان. مخابرات خاموش کن. سردار چطور است؟ از شروع عملیات که پیش روان است. خدا میفهمه که چی فکر میکنه. میخوای ثابت کنم مشکلی نداره و کاملا آماده است. مچم چرا عجله داره؟ ما او را درک میکنیم قماندان. از یک مبارزه بزرگ آمده. حالی هم میخواه ثابت کنه که همه چیز مثل سابقه سو تغییر نکرده. خودش هم همون جایگاهی سابقه داره. 100%. اما هر اتفاقی که افتید باید فکر طرف او باشه. به گپ رسیدی نه؟ اطاعت میشه. او را باید هنوزم زیر نظر داشته باشیم. بچه ها توقف میکنیم. امره با مرکز مهمات ارتباط گرفتی؟ قماندان صاحب اونا حرکت کردن ولی در ارتباط با مسافرشون چیزی نگفتن. دوباره ارتباط بگی. اگه همراه دشمن روبرو شویم مهمات نداره، ناقبند نشیم. اطاعت میشه. تیم شمشیر کلگی خوب است؟ چارچه کسی خلاص نشده؟ کاملا خوب هستیم. خوب هستیم قماندان صاحب. او قاتلا رو دستگیر میکنیم بچه ها. این حساب باید تصفیه کنیم. او کسی که سر یک سرباز فایر کردن نمیتونه به این کوه بیخار بگرده. ادامه میتیم بچه ها. از ترک با شمشیر یک مشنوین. ما حالا در نقطه کنترل 6 هستیم. 1 ساعت بعد در نقطه کنترل 8 خود بودیم. تمام. اینا را پایین کنیم قماندان صاحب؟ نه،
بان برسن، حال ضرورت نیست. باز پایین میکنم. اطاعت میشه قماندان صاحب. ضابط شنل کاراکوش هستم. کاملا به وقت مناسب رسیدین ضابط صاحب. زنده باشی. مهمات ما کم بود صفر شود. زنده باشین قماندان صاحب. با هلیکوپترها نتونستن بیارن؟ نه اور خودمون خواستیم. فهمیدم قماندان صاحب. مهماتی که شما میخواستین کلش در موتر است، بدون کدام کم بودی. زنده باشی ضابط صاحب. حالا باید هم باید تو که نگه بزنیم. امر کنین قماندان صاحب. اساس ترین نقطه اینجا است قماندان صاحب. یک نقطه بسیار اساس. با دلیل خرابی زمین نمیتونیم به سرعت حرکت کنیم. بیازو یک جای کوهستانی است، درست است؟ بله قماندان صاحب. اگه احتیاط کنیم مشکل نیست، اما خطر فایر کردن هم وجود داره. باید برش یک چاره پیدا کنیم، مخصوصا به خاطر موتر. چانس دیگه نیست سردار. تو در اون نقطه باید به خاطر حفاظت بچه های تدبیر بگیری. اولویت ما این هستن. نمیخوایم بار دیگه حتی بینی کسی خون شود. برین دیگه. خدا بانید دربارتون. خوب میفهمم که دیدن این عکس‌ها وضعیتت خراب میکنه بریدمن، ولی باید کمی صبور باشیم. بیازو فهرستی را که قرار است بررسی کنین بسیار بلند است. تنها کسی که او مرد دیده تو هستی و تشخیص دادن او بسیار مهم است. اگه بفهمیم که او کی است، باز میفهمیم که هدفش چی است و این یکی از شرطهای لازم برای دستگیری اوست. اطاعت میشه قماندان صاحب. هرچی از دستم بیای انجام میدم. این زیاد طول میخوره بچه ها، اما تشخیص کردن او مرد سرنوشت عملیات ما را مشخص میسازه. هرچی شما امر کنید. اطاعت میشه قماندان صاحب. چی کردی باران؟ خبرها پیش تو است. این تیم لعنتی پشت ما را گرفته، نفس ما کشیدن. با تفاوت چند دقیقه نجات یافتم. یعنی چی؟ به اندازه کافی نفر نداری؟ مسئله نفر نیست باران. میفهمی که خطرناک هستن. سر ما را بلند کرده نمیتونیم. فهمیدم. خب حالا از من چی میخوایی ها؟ فعلا خونه، ولی اگر ضرورت شد باز باید کمک کنی که بعض دوستار از او طرف مرز به این طرف روان کنی. او کارش سخت است، یعنی یکم وقت میگیره. باران، نیمی نفرایی که همراهی هستن بچه های شهر هستن، عادت ندارن در کوه بیابان بگردن. خودت خوب میفهمی. من کوشش خودم میکنم، اما تو هم زیاد بیکار نباشی. اگر نی مجبور میشیم به اون طرف دیگه حساب بتاب. درست است، درست است. خب مشکل چی است؟ از کدام یکی شروع کنم؟ میتونی از دخترت شروع کنی. ولی از خدا حال تو هم شروع نکن. اتفاق نمیفته، ناق چرت نزن. یک دسته گل میگیری، یک چند تا گپ شیرین میزنی، مشکلتون حل میشه. یعنی زیاد مهم نیست. چچک و اصلا بیبی که داره چی میگم. اگر میخوایی این دفعه هم همراهت میایم، با کمال من قبول میکنم. وقت نقد فقط در سیاسی و منطقه‌ای صورت بگیره بدون شک باعث یک حکومت استبدادی میشه. چیزی هم که آدورنو توصیه میکنه همی است. میگه اگر جنبه های هنری و فکری نقد در نظر نگیرین باز به هیچ نتیجه‌ای نمیرسین. خب به عنوان مثال شاگردا گفته های مارکس به یاد دارین. هر چیز خالص بالاخره بخار میشه. خب چطور؟ به چهره هایی که به نوبت نشان دهنده سرمایه گذاری بودن فکر کنین. افراد دینی و حاکمان، یعنی صنف راهبه و نظامیا. اونا را از یونیفرمشان محروم نگاه میکنن و به یک قطعه ساده در بخش تولید تبدیلشان میکنن. راهبا به کارمندای عادی تبدیل میشن و سربازام به مزد بگیرای عادی. بله.
شاگردان هفته آینده در جلسه جنبندی آخر هفته در عبارت تحقیق کنین ببینیم شما چه مفکوره دارین. باز گپ میزنیم. درست است؟ درست است استاد. روز بخیر. بعد است بسیار بعد. یعنی اگر شما نمیشونیدم خبر نمیشدم. خیلی توران صاحب کانه قسم بدونشون چرا از وظیفه کشیدن؟ کار کردن؟ خانم شما گفتین نه؟ والا بسیار حیف شد. ما گفتی؟ خانم اصلا شما گفتین. تو گفتین بیچاره را گرفتن یونیفرمش کشیدن یک مزدور ساختن. کوبلای تو چی میگی؟ ما با کی چی گفتیم ها؟ شما خودتون چند دقیقه پیش با شاگردایتون گفتین نه؟ ما هیچ نفهمیدم خانم اصلا. کان بزرگ چی ربطی با راهبا داره؟ کوبلای تو چه قسم یک آدم هستی؟ ها؟ واقعا چه قسم یک آدم هستی؟ باورم نمیشه. یعنی اگه مارکس ایگه پای تو رو بشنوه در قبر از روی به روی میشه. باز حرکاتش بیبی مادر تو را در زمین آفیون به دنیا آوردن ها؟ حالا بالاش رانندگی کو. در ضمن او کجاست؟ چرا نمیتونم همراهش تماس بگیرم؟ ما چو؟ 7 دفعه ما را گفت؟ حالا ما چی گفتم؟ زیاد متوجه خود باشین ضابط صاحب. خداوند مددگارتان. اطاعت میشه قماندان صاحب. برین در پناه خدا باشین بیادر. ما چی کنیم قماندان صاحب؟ ما به همین استقامت پیش میریم سرزابط. باید ببینیم که پرواز پرنداده اونجا چطور است. گرفتشت قماندان صاحب. برید من صاحب بیخی چشم درد شدم. یه احمقا چقدر زیاد هستن. اگه میخواین کم دمتان راست کنین بازو وقت نان میخوریم. راحت باشین بچه ها بیشینین. چی کردین؟ کدام سر نخ بعد ساوردین؟ نه قماندان صاحب، هیچ کدامشان به آدم شباهت نداره. درست است. برید من صاحب میفهمم که فکرت با قدرت تمام جمع کردی، ولی هویت این شخص در عملیات ما بسیار به درد میخوره. خب یک کمی استراحت کنین و دوباره ادامه بتین. هرچی شما عمل کنین. قماندان صاحب خودش هست. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم، یمو به شرف هست. اوکتای راجع به این شخص معلومات میخوایم. اطاعت میشه قماندان صاحب. داخل بیا. چی میکنه؟ در اصل وضعیتش خوب نیست قماندان صاحب، خسته است، فکرشو مخشوش است. تنها چیزی که فعلا او را سر پای نگاه کرده امید گرفتاری بی‌شرف است. ایرا میفهمم، اما مشکل چی است قماندان صاحب؟ شخصی که بریدمن ایهان تشخیص کرده در سال 2011 در یک درگیری در منطقه باتمان کیسال کشته شده. یادم مرده. اما این چطور امکان داره قماندان صاحب؟ بسیار با اطمینان میگفت، گفت که 100% خودش است.
ایهان از یک درگیری خطرناک زنده برآمده. شاید حافظش را بازی داده، نمیفهمم. بازم تو برش چیزی نگو. بگو که ما بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم. از امی گپا بان کمی استراحت کنه، فهمیدی؟ گرفته شد قماندان صاحب. پیداش کردن؟ سرش کار میکنن. بسیار زود یک نتیجه به دست میه. اگه میخوای تو کم استراحت کو. همین قسم راحت هستم. برم تبدیل عوام میشه. درباره اتفاقات گذشته کمی فکرام میکنم. هر وقت چشمایمو بسته میکنم چهره او بچه ها پیش چشمایم میایه. ای از تو از دختر، ازش لذت ببر. مادر من میرم. مادر مادر اوف مادر صدایت میکنم نمیشنوی؟ چی میکنی تو؟ ای کورتیره بلالایت. او بچه گرفته بود یلدز. پاکاری میکردم دیدم سر چوکی افتیده باز. مام گرفتمش. مادرم چند دفعه گفتم وقتی لالایم اینجا نیست اتاق نیا. تو هر وقت به خاطر گریه کردن و احساساتی شدن به خود یک چیز پیدا میکنی. حتما او بچه به بیادر خودم از ای کورتی گرفته بودنه. یک بچه مهربان بود. خدا میفهمده چی فکر بوده. میخواست کاکای اولادای او شهید شوه. بر اونا سرگذشته های خدا قسم میکرد. شاید گاهی برشان توفه میگرفت. نتانست. این روزا را ندید. جوانا شهید میشن. اما ما بازم به زندگی خود ادامه میتیم مثل که چیز نشده باشه. مثلا حال تو میری، ما با تو میگم که از رایت ای چیزارم گرفته بیار. میرم خانه همسایه چند دقیقه قسم میکنم. بعد از او میرم با بازار. آدم بیخی میشرمه. پیش خودم کم میایه. هر دقیقه خانه ترگود یادم میایه. مادر او شهیدا به یادم میایه. هر کدامشان دانه دانه پیش چشمایم میاین. من یک مفکوره دارم مادر جان. حالا آماده شو که بریم. نه من هیچ حوصله‌اش ندارم. مادر امروز تداوی فیزیکی ایران است. بیا که یک جایی بریم. فکر کردم کم از کم میتونم دموتر همراهیت کنم. راستی؟ میبخشه که من وقت همراهی ندارم. اصلا جان بسیار زیاده روی میکنی را میفهمی. میخوایی بریم چی بگویی پدر؟ ای که زیاد پشت دختر دق شدی. نه اصلا جان من کاملا جدی هستم. باید گپ بزنیم. کوبلای میشه چند دقیقه منتظر باشی؟ البته خانم. بیا. فقط که اساس شو قورت کردم. آدم از دختر خود پرسان میکنه چطور هستی، خوب هستی، کاروبار زندگی چطور پیش میره. اما نه ایره بیبی اما تو اوقی میگرده. اصل جان آدم پاک. بسیار خوب. اصل جان متوجه هستم که یک پدر بسیار نالایق و بسیار بد بودیم.
در جستجوی یک راهی هستم که خصلت‌های ما گم کنه. با ما یک چانس، یا بهتر بگویم یک کم وقت بده. در غیر از اون چطور میتونم خود اصلاح کنم؟ تو برام بگو. خب بعدش بعدن کل چیز بسیار زیبا میشه. باور کو. میفهمی به خاطر آمدن به ترکیه چی کاری کردم؟ بیبی وقتی سفر قبول کردم فکر میکنم به هر دوی ما فایده داره. درست است؟ از او خاطر قبول کردم. این در ذهنم بود. بیبی حال اینجاستم. در مقابلت میخوایم همراه تو باشم. میخوایم گذشته را جبران کنم. یک خلای چندین ساله را پر کنم. لطفاً به ما یک فرصت بده. دیگه مصروفیت هایتان چی؟ اونا را چی میکنین؟ او دوستم باران کسی است که در کارهای مربوط به آزادی زندانی سیاسی کمک میکنه. مخصوصا در گداکسل بسیار تأثیر گذار است، مجهز است و در ضمن بسیار هوشیار هم است. بر علاوه دقیقا گپای تو را میگه. مفکورایتان بیخی یک رقم است. یعنی فکر کردم اگه او را یک کمی از نزدیک بشناسی، همراش کمی زیادتر در تماس باشی، این کار واقعا به نفع هر دویتان است. در مدت به جواب یکی از سوالای من رسیدم. یکی پیسه در کجای این رابطه است؟ البته یک بخش کاری هم داره. بیا زو جایی است که پیسه اونجا نباشه. اصلا چی میشه اجازه بده؟ میخوایم که برات نزدیک باشم. با من باور کن. ببین کل چیز حتما خوبتر میشه. یک مسئله دگام است. او تورن، یعنی گفتی با هم رابطه داره. این راست نیست؟ نه البته به نظر من خود ناممکن است. یعنی به نظر من این نتیجه یک خشم زود گذر بوده که بدون فکر گفته شده. اما تو نیست اصلا جان. قسم رفتار نکن مثل که به تو بسیار مهم است. در ضمن ای به هیچ کس ربطی نداره. صبحت بخیر اکتای. زنده باشه قماندان صاحب. تیم شمشیر چی کرد؟ صبح تماس گرفتین؟ قماندان صاحب یک چانس به خاطر رسیدن به تروریستا پیدا کردن. فعلا نزدیک مرز یک قریه هستن. کدام درگیری خونه شده؟ نه خیر قماندان صاحب. درست است. موقعیت اونا را برام بیارین. میخوایم همراه قماندان تیم در منطقه گپ بزنم. فهمیدی؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. اکتای برید من ایهان چطور است؟ مثل سابق قماندان صاحب. هنوزم کم. فهمیدم. وضعیت از این قرار است. کسی که او گروه بزرگ حمایت لوجستیک میکده او آدم داوود بوده و فعلا در این قریه است. ولی قماندان صاحب و خبر خوشی است که امروز او تروریست باید برای او یک کار خلاص کنه. و خبر بدی است که او تروریست در قلبی 30 نفر داره و هنوز هم نمیفهمیم که در قریه چند نفر است. یعنی چی؟ یعنی میگن امکان داره با تعداد بسیار زیادی روبرو شویم. امتون؟ قماندان صاحب شانس دیگه خو نداریم. فعلا در نقطه صفر هستیم و آدم با آسانی میتونه او طرف مرز بره. باز گرفتاریشان بسیار سخت خواهد شد. درست است قماندان صاحب. اگر پیش از رسیدن اونو ما در قریه مسکر شویم مثل آب خوردن میشه. غمشان هم میخوریم با امید خدا. بچه جدا از این شرایط یک موضوع دیگه هم است که باید به او فکر کنیم. او آدمای بیشرف قاتل سربازای بی صلاح هستن و زمانی که موضوع سرباز باشه ای که در مقابل ما چند نفر است و چه قسم اسلحه دارن هیچ اهمیتی نداره. موضوع سرباز است. از این خاطر به گپ زیاد ضرورت نیست. عجله کنیم که بریم. صبح بخیر. شما در اینجا چی میکنین؟ راستش به دیدن یک دوستم اومده بودم اما
گفتم تا اینجا که آمدیم یک بار تو رو ببینم بعد از او برم. میشه با هم قهوه بخوریم؟ کتاب خوبی است. انسانای ذکی. متاثر شدم. راستی؟ بله، اما فکر میکنم مفکوره ما متفاوت است. چی بگویم؟ میتونستیم تو را کمک کنیم. میتونستم با مراکز تحصیلی اروپا تو را معرفی کنم. ببینین، ببخشی، من اشتباه درک کردی. قصد من ناراحت کردن و ایجاد مزاحمت بر تو نبود. من با این فکر میکردم که با هم کارهای زیاد انجام بدیم. یعنی نمیفهمم. میتونستم تو را در کارهای زیاد کمک کنم. میتونستم تو را با مراکز تحصیلی اروپا معرفی کنم. میتونستم برات کنفرانس‌های بسیار بزرگ ترتیب بدم. حتی تو را با انسان‌های بسیار مهم معرفی میکردم. اما مرا با کسی که معرفی کردی یک دوران بود اصلا. یک افسر. بر صورت بیشتر از این وقت تو را نمیگیرم. یک روز به مدت طولانی با هم گپ خواهد زدیم. بعداً میبینمت. راستی لطفاً درباره گپایم فکر کن. یعنی خلاصه گپایم است. اگه اون نفر از تعقیب کردن تو دست بکشه، از کار کردن با تو بسیار زیاد خوش میشم. اما اگه همراهی افسر باشی، کوشش کنی را برش بفهمونی که دفعه دیگه از مشت که زدت ضرر بیشتر خواهد دید. با امید دیدار. چه میکنی؟ شما چرا اینجا آمده؟ داخل برو احمق بشرف. زیاد گپ نزن. داوود تو هستی؟ خودم هستم. تلفنت کجاست؟ اینجاست. اون نفر چی وقت میآید؟ نفر چی؟ تو چی میگی؟ یک دفعه دیگه بگو، نمیفهمم که ما مغزایت باد کنم. بگو اون نفر چه وقت میآید؟ اون نفر بعد از چاشت میآید. همیشه بعد از چاشت میآید. حالا تلفن میگیری، فوراً برش زنگ میزنی و میگی همه چیز نرمال است. فهمیده شد؟ درست است. درست است. خب اگه کوچکترین لرزه در صدایت باشه، اگه کوشش کنی صدایت بلند کنی، فوراً همینجا از بین میبرم احمق. فهمیده شد؟ فهمیدم. حالا دیگه زنگ بزن. بله، ما هستم داود. پیام فرستاده شد قماندان صاحب. با نفر زنگ زده. گرفته شد. دوستا متوجه انداختهتان باشین. اگر تب میشینی کردن تعقیبشون میکنه. اگر به طرف پایین رفتن با ایران و غالب مداخله میکنن. هرگز اجازه نمیتین که بین مردم ملکی برن و پناه بگیرن. فهمیدین؟ به هیچ وجه اجازه نمیتین که به مردم ملکی ضرر برسونن. گرفته شد قماندان صاحب. شمشیر خلاف شوین. با آتش ما شروع میکنیم. به خاطر شهدای ما.